салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед, ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262، суръати нишонӣ 27500، поляризатсия HFEC 5/6. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز با هم درباره بعضی از کلیدهایی که راههای موفقیت رسیدن به سعادت زن و شوهری هست صحبت میکنیم و موضوعمون هم همسران موفق چگونه با هم رفتار میکنند که این برنامه قدم اول است، چون خصلت‌هایی که بین زن و شوهر موفق باید باشد خیلی زیاد است. ما نیز تصمیم گرفتیم این موضوع را قسم کرده تقریبا در 3 و یا 4 مرحله همراه شمایان به میان گذاریم. اینجا چگونه که میدانیم درباره حیات زن و شوهری که حیات هر یک ما و شماست، حیات هر یک پدر و مادر ما و شماست. وقتی انسان در خانواده آرامش ندارد، در کوچه و در جای کار و در هیچ جای نیز آرامش پیدا کرده نمیتواند. و الله درباره زن و شوهر میگوید و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از نشانه ها و یا از نشانه های بزرگی پروردگار این است که برای شما از جنس شما همسر آفرید، لتسکنوا الیها، تا که در کنار هم سکونت پیدا کنید. سکونت یعنی آرامشی که انسان دیگر به وسوسه و به دواده و به فکرهای بیجای نمی رود. و جعل بینکم مودت و رحمه.
و این پروردگار است که بین شما زن و شوهر مهربانی و رحمت را جای داد. با هم مهربانی میکنید اگرچه دو نفری کاملا بیگانه بودید و با یک کلمه الله با یک نکاح با هم رسیدید و رحمه و به همدیگر رحم و شفقت دارید. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. انا در همین هم که یک دو نفری بیگانه که تا دیروز همدیگر را نمیشناختند آنقدر به همدیگر مهر و محبت پیدا میکنند و آنقدر در کنار همدیگر سکونت و آرامش پیدا میکنند، یکی از نشانه های بزرگی پروردگار است. ولی در این باره نفران پند میگیرند که از صاحبان عقل و تفکر میباشند. البته که برابر اینکه پروردگار در وقت نکاح بین زن و شوهر محبت و رحمت و مهربانی و شفقت را جای می‌دهد، ولی می‌دانیم که دشمن انسان همیشه در کمین است و خواه از شیطان‌های جنی و یا از شیاطین انسان همیشه وسوسه و کوشش میکنند که بین زن و شوهر یک انفصال و یا یک جداگی اندازند. ولی انسان هایی که به همدیگر و البته پیش از آن خیلی به الله اعتماد بزرگ دارند، در این راه و در راهی دور و دراز زندگی هرگز پیش پا نمیخورند و اساساً همسران موفق یک چند قدم های دارند و یا یک چند مرحله های دارند که با عبور کردن آن میبینیم که چگونه که دیگران به مشکلی های جدی روبرو میشوند و آن روبرو نمیشوند. برای همین بیایید یک به یک درباره این کلیدهای موفقیت و درباره این قدم ها که برای اینکه در زندگی مشترک که اساس حیات انسانی از همان روز شروع می شود چگونه باید قدم نهیم و موفق باشیم با هم صحبت کنیم. از همه پیش وقتی که یک مدت کوتاه زن و شوهر از هم جدا زندگی میکنند بعد از ازدواج، این مدت کوتاه برای آنها سبب می شود که قدر همدیگر را زیادتر دانند و نبودن غیاب همدیگر را زیادتر احساس کنند و اکثریتی حتی روانشناسان به این هستند که وقتی خیلی بین زن و شوهر مشاکل زیاد شد بهترش این است که یکی از آنها مدت به سفر براید و یا دور شود و یا یک مدت همدیگر را نبینند. ولی این در وقت‌هایی هست که انسان خیلی با همدیگر مشکلی دارد و به جای آن که خیلی زود تصمیم به طلاق گیرد بهترش بگویند که یک مدت از هم جدا زندگی میکنیم، شاید که به قدر هم برسیدیم و شاید که فهمیدیم که با هم بودن ما بهتر است از دور بودن. ولی وقتی غیاب و یا دور بودن زن از شوهر و یا شوهر از زن طولانی می شود و دراز می شود، دیگر این غیاب یا نبودن شوهر در نزد همسر سبب می شود که محبت و رابطه های زن و شوهری از هم کنده شدن گیرد. برای همین هم وقتی به شریعت اسلام نگاه میکنیم در یک روایت 5 ماه، در یک تاش 4 ماه، در یک تاش 6 ماه آمده است که حضرت عمر در زمان خلافت خود امر کرده بودند و حتی قانون صادر کرده بودند که هیچ شوهر حق و حقوق ندارد زیاده از 4 ماه و یا 6 ماه از همسر خود جدا باشد، برای آنکه این دوره سبب می شود که هم خود همسر ضرر بیند هم رابطه های بین زن و شوهر به یک کاهش تبدیل یابد. و امروزه وقتی به جامعه خودمون نگاه میکنیم روز از روز مدت به مدت مشاکل علل خصوص نافهمی ها بین زن و شوهر زیاد شده ایستاده است. علل خصوص پس از پیدا شدن این تلفن ها که خیلی زیادند، نفرانی که دزد ناموس هستند، برای آنها فرق نمی کند این زن همسری که هست، مادری که هست، از اینجا به او عکس میفرستند، به او سلام میفرستند، چیز دیگر میفرستند و چگونه که گفتیم شیطان و نفس انسان که همیشه در میان است و زنی که از شوهرش مدت ها دور است دیگر با وسوسه خود حمله می کند که همسرت را کنار گذار و با این مرد به خیانت دست بزن.
برای همین وقتی غیاب و یا دور گشتن شوهر خواه به سبب مهاجرت باشد، خواه به سبب کارهای تجارتی که او یک مدتی میخواهد برود ولی با رفتن خیلی دور در آنجا میماند، و یا در خانه غیاب هایی که اگرچه هر دو با هم زندگی میکنند ولی صبح می رود نصفه شب می آید، با صبح می رود نصفه شب می آید. رابطه ها بین زن و شوهر دیگر روز از روز به کنده شدن و به ضعیف شدن شروع میکنند. برای همین اولین کاری که زن و شوهر پس از ازدواج باید تصمیم گیرند این که باید با هم باشند. و البته می شود که مردها در این شرایط امروزه که باید به خارج برایند، باید به روسیه روند، دیگر برای آنها راهی چاره نیست که در داخل کشور بمانند، برایشان جایی کار نیست، برایشان فرصت مناسبی نیست. ولیکن این مدت اگر به 1 سال و 2 سال و 3 سال دیگر تبدیل یافت و رفتن گرفت، انا می بینیم که یکی به دیگر شک و شبهه می کند، یکی به دیگر از این چیز ناراضگی خود را بیان می کند و حتی به همدیگر بیگانه شده می روند. و این بیگانگی را یگانه با راهی اینها را چیکار کنیم که از هم جدا زندگی نکنند و یا مدتی طولانی از 4 ماه زیاد، از 6 ماه زیاد از هم دور نشوند، باید به این مسئله بیاییم. و خیلی تعجب میکنیم از بعض پدر و مادرانی که زن و شوهر میخواهند با هم سفر کنند و یا میخواهند با هم در جای باشند، ولی پدر و مادر نمیگذارند، میگویند نه، پسر رود و کار کند، عروس باید در نزد ما باشد. یعنی برای آنها مهمترین چیز گویا خدمت عروس است، نه اینکه خوشبختی فرزند با دختر. برعکس بعضی پدر و مادر دختر هم هستند، اگر شوهر گفت که من همراه خود باید عروسم را ببرم و در تنهاگی نمیتوانم، میگویند نه، ما اجازه نمیدهیم که دخترک ما را به دور برید. انا این دخالت های خیش و تبار و گاهی می شود که خود سهلنگاری یا خیلی به این چیز به یک نظری عموما یک چیزی به اهمیتی نگاه کردن سبب می شود که مسافه ها بین زن و شوهر خیلی خیلی دور شدن گیرد و یک دیگر نفهمی و این چونین رابطه ها، مهر و محبت از بین رود. و همگان می دانیم که چقدر که یک نفر را زیاد می بینی درباره او معلومات زیاد می شود، مهرت زیاد می شود، رابطه قوی می شود. پس اولین قدمی که برای موفق گشتن در زندگی مشترک، خواه عروس و داماد، خواه خویشاوندان عروس و داماد نیهند، این است که مسافه را بین اینها نه اندازند و نگذارند که شوهر به مسافه های طولانی برود و یا به سفر برود و ماها در آنجا بماند. و به زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، هم بهترین سیاستمدار در حیات خود و این چنین بهترین سیاستمدار در بالای سر امتی خود بودن. حتی به جنگ ها، وقتی که به جنگ که در آنجا خیلی خطر هست و اساسا در امان نیست، زنها یکی از همسران خود را می بردن، یعنی یکی از همسران خود بعد از قرعه کشی همیشه همراه پیامبر در سفر بودن و این از یک جهت خیلی برای مردها کمک میکند و یا گفتیم سبب اساسی می شود که مردها بیروحه نشوند و در زمان حاضره زنها نیز بیروحه نشوند. پیشتر خیلی خوف از آن داشتند که مرد می رود مدتی طولانی از همسرش دور است و او شاید به راههای بد برود چون زنهای بیروحه هم زیاد هستند، ولی امروز به زمانی رسیدیم که به زنها نیز خواطر شدن شروع شد، برای آنکه چگونه که گفتم خیلی دزدان ناموسی هستند که برای آنها فرق نمی کند این زن که هست و چی هست، با یک صحبت های تلفنی، با یک ببخشید فرستادن رساله ها از طریقه واتساپ و چیزهای دیگر یک زن را کاملا شیفته خود می سازند. برای همین هر پدر و مادر پیش از اینکه دختر خود را به ازدواج دهند فکر کنند که تا چه اندازه عروس و داماد با هم میمانند. اگر رفت و داماد 1 سال در اینجا، 4 روز در اینجا، داماد 7 ماه در آنجا، 1 هفته در اینجا، این گونه زندگی به خوبی انجام نمییابد و زود است که نابود شود. و قدم دیگری ما برای موفق شدن در زندگی مشترک این است که هم شوهر باید بداند که زن خودش چی مخلوقی هست، چی انسانی هست، چی شخصیتی هست و چی خصلت‌های اساسی در او نهان است و
زن هم باید بداند که مرد که هست و با کدام راه با او مناسبت کرده می شود و هر دو شخصیت همدیگر را درک کنند. مشکلی ما در این است که بسیاری از مردها از زن را می خواهند با شخصیتی خودشان یا با قویگی خودشان. یعنی من یک زنی را می خواهند که آن چیزی که در آنها هست در آن زن هم باشد و بسیاری از زنها عین همین هر چیزی که در خود هست میخواهند آن را در شوهر بینند. یعنی چیزی که من میخواهم، خصلت هایی که در من هست باید این خصلت در او هم باشد، در حالی که پروردگار با حکمت خود زن را کاملا مختلف از مرد آفریده است و چیزهایی که زن دوست می‌دارد اکثریتش را هیچ مرد نمی‌پسندد و چیزهایی که مرد با آن آرام است برای زن هم پسند نمی‌آید. وقتی فهمیدیم طبیعت مرد چیزی دیگر است و با او همچون زن نمی‌شود مناسبت کرد و طبیعت زن چیزی دیگر است، مرد همچون مرد با او که گویا که یک شخصیت مثل مرد روبروی ما هست، او باید تحمل کند، او باید دفاع کند، مناسبت کردیم دیگر هر دو هم شکست میخورند. برای همین اگر به زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، خیلی تعجب آور این است که آنگونه در بین همسران خود سیاست داشتند که این سیاست مداری ایشان به خودی در بین امت هم به یک درجه اعلی رسید. یعنی مردی که در خانه بین زنهای خود علل خصوص یک دو از یک زیاد همسر داشته باشد سیاست روایی کرده نمیتواند، او با دیگران هرگز بالای جمع دیگر سیاستش را روا کرده نمیتواند. وقتی میبینیم عادی ترین چیزها هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم آیدی آن همراهی حضرت عایشه همسرشان صحبت میکردند، یا عادی ترین چیزهای هست که همراهی صفیه و یا زینب و یا حفصه رضی الله عنهم اجمعین صحبت میکردند. مثلا در صحیح بخاری هست وقتی حضرت عایشه درباره 11 زنی که آنها با هم عهد و پیمان کرده بودند که درباره خصلت‌های شوهر خود به هم دیگر میگوییم و پنهان نمیکنیم، وقتی این 11 زن رو که حدیث خودش خیلی طولانی هست در کتاب‌های سنن، حضرت عایشه به پیامبر از اولش تا آخر نقل میکنند، همه آن رو پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش میکنند و به جایی که حضرت عایشه درباره ابوذر خیلی تعریف میکنند که همسرش از ابوذر خیلی راضی است و ابوذر خیلی مرد خوب است، پیامبر هم میگویند من هم به تو مثل ابوذر هستم، تو هم به من مثل همسر ابوذر ذر هستی. و میبینیم که چگونه چیزهایی که پیامبر با آن حالتی که داشتند، با آن که خیلی مشغول بودند، همه این را تک به تک گوش کردند و خلاصه گیری کردند. و این چنین حضرت عایشه میگویند من از توی آمدم، پیامبر از من پرسیدند که در توی چی کار کردید، در توی چی گفتید، چی خواندید، در حالی که میدانند که زنها همین چیز را دوست میدارند. یعنی صحبت کردن آیده یگان چیز، از یگان جا آمده همراه شوهر نشستن و با او هم صحبت شدن رو خیلی دوست می‌دارن، در حالی که در مردها این چیز نیست. اساسا وقتی مرد از خارج می آید برای او عموما پسند نیست که نشیند و هر چیزی که در خارج شد همراه همسرش صحبت کند، برای آنکه عادتا شاید از قوه زبان زنها باشد، زنها زیادتر صحبت کردن را دوست می‌دارن. یعنی این مسئله که این انسان عموما مخلوقی هست که متغیر از من، چیزی که در من هست و من دوست می‌دارم، این انسان را الله چنان آفریده است که دوست نمی‌دارد. این چیز اگر در زن و شوهر باشد مناسبت کردن خیلی آسان می شود. چرا من میتوانم تو نمیتوانی؟ ببخشید که این گونه مقایسه کردن که چرا زن میتوانست است مرد نه، مرد میتوانست است زن نه، تماما مقایسه دور از منطق است، برای آنکه هر دو را الله با خصوصیت های خود آفریدن. و اگر همین چیز را دانسته هر یک زن هم همراهی شوهرش مناسبت کند که زیاد صحبت کردن را دوست نمی‌دارد، زیاد صحبت نکن، دوست نمی‌دارد که به جزئیات علل خصوص به اقتصاد او، به درآمد او، از کجا پول می‌یابد، به کجا صرف می‌کند، در حالی که تو خودت از همه جهت
مهیا هستی در این باره پرسیدن را دوست نمی دارد، نپرس. و برعکس این بعضی مردها زن مهربانی را خیلی دوست می دارد، از خیش و تبارش پرسیدن را دوست می دارد. بعضی چیزهای عادی ترینه که برای مرد احمقی هست، عایدی آن صحبت کردن را دوست می دارد، مثل لباس و جواهرات. اگر این چیز در هر دو باشد، هر دو از همدیگر راضی می شوند. برای همین هم زیادی مردهایی که نسبت همسر خود یک بدبینی پیدا کردن یا گفتیم از همسر خود یک مقدار دلآزار هستند، میگویند به حدود من میگذرد، من همین چیز را دوست نمیدارم، او بر علا یا بر قصدانه میکند. او میداند که من از اهل همین چیز نیستم، ولی میخواهد که مرا مجبور کند. در حالی که شاید زن این چیزها در فکرش نه. زن همچون طبیعت خودش شوهرش را قبول کرده است. زنهای زیادی دیگر هم از این هستند که با من در این باره صحبت نمی کند، با همراه من به جای نمی رود، وقتی از او چیزی پرسیدم فقط سرش را می جنباند، برای او مهم این است و آن است و گویا که آن چیزی که در من هست در او نیست. گویان شکایت می کنند. و اگر زن هم بداند که طبیعت مرد را الله چنین آفریده است و با او به همین طبیعت الله آفریده اگر مناسبت کردیم، مسئله ها حل می شود. در اینجا همه این مشکلی ها از بین می رود. برای همین بیایید پیش از اینکه دو عروس و داماد با هم یکجا شوند و حتی پس از زندگی طولانی پیش از درباره همدیگر شکایت کردن بگوییم که آخر او مرد است، با او این چیزها تماما دور از منطق است. او باشد زن است که برای او این چیزها خیلی و خیلی مهم می باشد. و در مسئله دیگر این مسئله هست که بعضی از مشکلی ها را اکثریت بردوام یا دوامناک گرفته می روند و اساساً همسران موفق و زن و شوهری که در حیات مشترک خود زیادی پیشپا نخورده اند، نفرانی هستند که وقت مشکلی به سرشان آمد اول شده به جای آن مشکلی را بزرگتر کردن به حل شدن آن کمک کردن. یعنی بیایید این مشکلی رو در همین جایش حل میکنیم. مشکلی در ما در اکثریت خانواده های تاجیکستان در این است که وقتی به سرمون مشکلی آمد، هنوز حل آن مشکلی را خودمون شاید از دستمون بیاید که آن را پیدا کنیم، و این فکر نکرده مشکلی را به دیگران رسانیدن و از آن چیزی که هست بزرگتر کردن را کوشش میکنیم. و علل خصوص پس از پیدا شدن اینترنت و تلفن ها که در خانواده جنگ و جنجال می شود که در همه خانواده هست و بود و بردوام می ماند که دو انسان خواه و ناخواه در یک مسئله با هم اختلاف می کنند. نمی شود که یک انسان در همه چیز انسان دیگر را موافقت کند. در اینجا تلفن را می گیرند و دویده زنگ می زنند به پدر خود، به مادر خود. بعضی از حتی مردها هم تلفن رو گرفته به پدر مادر خود یا به پدر و مادر همسر خود زنگ میزنند که بیایید دخترتان رو ببینید، یا یک مشکلی دیگر پیدا شده است، یا گفته میتوانیم یک مصیبت دیگر پیدا شده است که دو رفیقان همدیگر رو یکی پنهانی به نوار میگیرند که با این باید این را من بعد از این شرمنده سازم، یا اینکه نسبت این قول خودم رو روا بینم. برای همین وقتی مشکلی در عائله می شود، حتما باید اون مشکلی را به گفت خودمان به ترازو مانیم برکشیم که این مشکلی تا چه اندازه بزرگ است، تا چه اندازه کوچک است. آیا می شود که این مشکلی را بین هم حل کرد و یا در حقیقت حالتهایی هست که هیچ علاج نیست و باید از کسی مشورت پرسید، برای آنکه در بعضی از مشکلی ها هیچ چاره پیدا نمی شود و جز اینکه مشورت پرسیدن از اهل ذکر یا از اهل مشورت پرسی. و وقتی که گفتیم این مشکلی در جایش بماند و خودمون رفته رفته پگاه یا پس فردا این رو حل میکنیم، اول باید تحقیق کنیم که چی در پی این نهان است و از این چیزها مشکلی رفته رفته بزرگ شدن میگیرد و حلش رو پیدا نمیکند. علل خصوص بعضی از مشکلی های می شود که همسر آن را
مدت‌ها پنهان کرده می‌گردد، گویا که با این پنهان کردن این مشکلی خود از خود راه حلش رو پیدا می‌کند. و یا اینکه بعضی زن‌هایی هستند که عیبی که بر گردنشان هست با یک گفت و شنید می‌شود آن عیب را تمام کرد، سالها پنهان می‌کند تا اینکه آن عیب یا آن مشکلی به یک کوه تبدیل یابد. برای همین وقتی مشکلی رخ داد، در اینجا باید در خود همان لحظه با هم نشست و صحبت کرد، مگر اینکه زن و یا شوهر خیلی غضبناک باشد که در وقت غضب انسان چی میگوید یعنی عموما خود را از دست میدهد. در این مسئله کمی باید انتظار شد. ولی اینجا چه خیلی که گفتم در ما این است که مشکلی را حلش را نه و زیاد کردن آن را کوشش کننده ها هم زیاد هستند. مبادا آن مشکلی را به کسی خبر داد، علل خصوص حتی خویش و تبار باشند که عموما در مسئله حل مشکلی هیچ یک خبره گفتیم یا تجربه ندارند، به جای حل کردن آن را بزرگ کردن میگیرند. برای همین عروس عاقل یا زن عاقل یا شوهری که در حقیقت او بالای زندگی خود استوار است، وقتی مشکلی شد به جای داد و فغان کرده به این و به آن شکایت کردن، باید کمی فکر کند که بیا این مسئله را حل کنم همراه همسرم نشسته. ولی چه خیلی که گفتیم به مشکلی زندگی نشده است و نبود. برای همین درباره اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا 1 ماه همراه همسران خود قهری گشتند و حتی همراه زینب بنت جحش که از همسرانشان که خیلی در سخاوت از ضرب المثل هستند برای زنهای دیگر مدت 2 ماه تقریبا صحبت نکرده بودند. حدیث در مسند امام احمد است، چون مشکلی در همه عائله ها میشد. آره ببخشید، گاهی می شود که آنها را با قهری شدن، حتی گاهی زن هم وقتی خیلی زیاد مشکلی به سرش آمد 1 مدت با قهری شدن و یا قهر کردن و یا 2-3 روز صحبت نکردن، این چیزها حل می شود که طرف مقابل خطاگی خود را قبول کند. ولی اینکه مشکلی را به دیگران گفته ما حل میکنیم و یا کمی پوشیده میمانیم و بعداً صحبت میکنیم این مشکلی از پشه فیل شدن میگیرد. ولی مسئله دیگر در ما هست که اساساً مشکلی هایی که در ما می شود خطاگی 2 جانبه هست و 1 نفر این را به گردن نمیگیرد. یعنی وقتی که مثلا همسر یا زن بالای شوهرش صدا بلند کرد یا چیزی گفت که عموما نباید میگفت، گمان میکنن که این سخن را زن خود از خود که گویا یک بیماری روانی بوده است از پیش خود گفت، در حالی که هیچ عیبی در شوهر نیست. یا بعضا زنها میگویند شوهرم مرا این گفت آن گفت، لطوکوب کرد، چیزی دیگر کرد، خیلی پدر و مادرم را دشنام کرد. سببش را نمیگویند که شما خودتان چیکار کردید، یعنی سبب در چی بود که این تو را چنین گفت. و اینجا میبینیم که از 2 طرف صدا برآمد، مشکلی از 2 طرف بود. برای همین در این مسئله بیایید یک طرف نه، من هم کردم تو هم گفتی، تو زیاده روی کردی، او هم گفت اینش هم گفته است، با همین نگاه کنیم. اگر گفتیم نه یک طرف تماما گناه ندارد، طرف دیگر همه گناه را باید به گردن گیرد، انا در اینجا هم ناعدالتی می شود و هم این مشکلی روز از روز بزرگ شدن می گیرد. و چیزی دیگری که اساساً چگونه که گفتم در همسران موفق هست، اکثریت مشکلی های خود را بین خود حل میکنند. یعنی هر چیزی که شد، خواه از مشکلی بیپولی، خواه از بیماری، خواه از جنگ و جنجال های عائلویی که در خانه هست، خواه بعضی مشکلی ها درباره فرزند یا کوتاهی های زن یا کوتاه آمدن شوهر، اینها را با هم می نشینند، عاقلانه صحبت میکنند، درباره‌اش حلش را هم با هم پیدا میکنند. اما نفرانی که مشکلیشان زیادتر است و ببخشید که حیاتشان به یک کینوفیلم یا سریالی دور و دراز تبدیل شده است، نفرانی هستند که به جای مشکلی را با هم حل کردن به دیگران شکایت کردند و مشکلی را گمان کردند که با یاری خویش و تبار حل میکنیم، اما حلش را پیدا نکرد و هنوز هم دوام دارد. پس بیاید برای موفق شدن وقتی مشکلی شد جدی با هم نشسته در این باره نه ترسیده و نه هراسیده و داد و فغان و عصبی نشد، مسئله را در خانه با هم حل کردنش را بینیم. و یکی از راه‌های موفقیت دیگر این است که در همسر خود، خواه زن خواه شوهر، یک
فرشته ای را انتظار نباشد. یعنی اکثریت عروسک هایی که ازدواج میکنند و یا اکثریت زنها چیزهایی را از شوهر انتظار هستند که آن چیز را یگان مرد به همسر خود داده نمیتواند. و برعکس این اکثریت مردها از زن خود یک حور بهشتی انتظار هستند که آن حور بهشتی را یگانه در جنت به دست می آورد. وقتی بهترین و بهترین را از همسر خود ما انتظار هستیم، هر کوتاهی که از او می شود دیگر به آن می ترکیم و تحمل کرده نمی توانیم. برای همین پیش از ازدواج هم پس از ازدواج هم باید هم زن هم شوهر بدانند که آنها با یک انسان مثل خود زندگی می کنند و انسان مخلوق ضعیفی هست که گاهی می شود که برابری نفس خود، برابری شخصیت خود مغلوب می شود. گاهی می شود که به وسوسه های دیگر می شود. گاهی می شود که عموماً به کارهای دست می زند که نباید دست می زد. یعنی همچون انسان از این انسان چیزهایی که از فرشته برمی آید نباید انتظار شد. برای همین من این را چنان گمان کرده بودم ولی گمانم خطا برآمد. من درباره این گونه فکر می کردم ولی دروغ بوده است. یعنی این شکایت رفتن می گیرد. وقتی ما میگوییم همسر من یک انسان است مثل خودم و برای همین هم میگوییم وقتی انسان خودش را شناخت او دیگران را شناخته میتواند. وقتی انسان با خود مبارزه برده توانست او با دیگران هم مبارزه برده میتواند. وقتی خودمان را شناختیم انسان دیگر را هم میگوییم مثل من است، از او هم خطاکی می آید. و شوهر هم میگوید زن هست مثل من یک انسانی هست که خطاگی می آید. پس فقط بهترین و بهترین ها را نباید انتظار شد و نباید خود را با این خیال های خوش که گویا که بهترین نفر با من زندگی خواهد کرد، هرچی من گفتم و خواستم او آماده می کند، خواه زن خواه شوهر، با این خیال نباید خود را خوشحال کنند برای آنکه یکی رفت و کوتاه‌ترین یا ببخشید کمترین کوتاهی از طرف مقابل روبرو آمد یک و یک بار شکست میخورند و میبینید که چقدر به واویلا میافتند. و مشکلی دیگری ما خودی عائله ها هم عیناً همین هستند. یعنی وقتی برای خود عروس انتخاب میکنند یک عروس نو یک فرشته رو انتظار میشوند که نه زبان دارد که او زبانی دراز کتی صحبت کند، نه گوش دارد که گوش کند و دیگر به گپ های این عائله خفه شود، و نه چشم دارد که گویا که خطاگی های این عائله را بیند. یک فرشته ای که نه میگوید و نه بد میبیند و بد میشنود انتظار میشوند و با کمترین یا گفتیم با کارهایی که حتی آن را از همه انسان هم می شود انتظار شد، وقتی از عروس سر زد دیگر عائله می گویند انا این رو به جای این دیگر آمد، به جای او که دیگر آمد از او بدترش می آید، برای اینکه انسان است. طرف مقابل هم اکثریت عروس ها برای خود یک شاهزاده ای را انتظار هستند که همه گفته آنها را می تواند بکند و از این است و از آن است و خیلی دوست می دارد، و وقتی فهمیدن که آن شاهزاده یک انسانی عادی و گناهکاری است که از او خطا امروز نه فردا نباشد پس فردا سر میزند، دیگر نسبت هم دیگر چیزهای میگویند، طعنه‌های میکنند و اکثریتی که من صدایشان رو خودم شنیدم میگویند آنی که فکر میکردم نبود، کسی که گمان کردم و من با او خیال ساختم نبود. آخر خیالی رو شاید با نفری ساختید که اون خیال در انسان پیدا شدنش محال می باشد. برای همین فقط بهترین ها را نباید انتظار شد، ولی وقتی ما خود را به یک چیزی بد یا به یک حالت هایی که شاید بدتر به ما آید آماده کردیم، از این بهترش آمد به او خوشحال می شویم، از این بدترش آمد به آن صبر می کنیم، برای آنکه الکی ما با عصبی خود یا خود از خود را به این حالت آماده کرده بودیم. و نفرانی که اون نفری که هست سر همین نفر هست و او را با بعضی از نصیحت ها تغییر داده می توانیم و با بعضی حالت ها هرگز تغییر داده نمی شود قبول می کنند، در حقیقت زندگی خوب دارند. اما اینکه من این انسان را که عموما او شاید 20 سال 18 سال 25 سال بعضی ها 30 سال در همین حالت آمد، این را حل میکنم و ببخشید این را اصلاحش میکنم و درست میکنم، گویان تصمیم گرفتن عمرشان رفت و او هم اصلاح نشد، از پی شکایت و دوادوی خود بماندن. علل خصوص در مسئله زنها که بسیاری از
مردها گمان میکنند که وقتی زن می آید او یک فرشته هست که همیشه هر چیزی که از زبان شوهر برآمد لبیک کنان انجام می دهد و او هیچ طلبات زیادی ندارد و او از آن چیزی که شوهر از آن بالا برآمده نمیتواند هرگز بالا نمیبراید. ولی باید طبیعت زن را هم شناخت که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند با زن احتیاط باید کرد برای آنکه او از استخوان یا قبرغه چپ مرد آفریده شده است. اگر راستش میکنم میگویی میشکند، زندگیت ویران می شود. اگر او را به حالش ماندی او دیگر با همین کج رفتن می گیرد. در این حالت کم کم مثل او کج می شوی، با او مراسا را شروع می کنی و دیگر با او به راه می آیی که او با همان کجی خود هم دیگر بفهمد که در کجا مشکلی ها دارد. برای همین شتاب کنان من این را اصلاح می کنم. هر کسی گفت خیلی زود دیگر طلاق شد، زندگیش نابود شد، بیاید بگویم که پیش از اینکه این همسری من هست یک انسان هست با خواهش های خود، با آرزوهای خود، با اینجون با غرضهای خود، با بدیهای خود که هر انسان صفتی بد هم دارد. وقتی چیزهای بهترین را از همسر انتظار نیستیم، در این وقت ما می توانیم که به بعضی بدیهای او صبر کنیم و این چونین هر خوبی که از او می آید شکر پروردگار کنیم. و اگر به زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم که برای یک مسلمان هیچ بهترین مثال پند حکمت مثل زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست. حالت‌هایی بود که نه هر مرد میتوانست به این مشکلی ها صبر کند، مثل اینکه شکستن طبق سلمه و دست حضرت عایشه. یعنی حضرت عایشه در نزد بعضی از صحابگان مثل انس ابن مالک اگرچه کوچک بودن میگیرند و خوراکی که به پیامبر آمد به زمین یکسان میکنند و اگر در جای پیامبر کسی دیگر بود هرگز به این صبر نمیکرد. و یا اینکه مشکلی هایی که بین همسران پیامبر بود که خیلی قصه دور و دراز است، پیامبر صلی الله علیه و سلم با سیاست خود چنان همسران خود را تربیت کرده بودند که آنها با همه این صبر کردند و دوام دادند. اکنون بیایید به یکی از قدم های دیگری موفقیت نگاه کنیم. این باشد از حد زیاد انتقاد کردن. از حد زیاد انتقاد کردن معنایش این است که هر چیزهای کوچکی که همچون انسان از همسری خود صادر می شود آن را گرفته روان شدن و از پشه ها فیل ساختن است. مثلا تو امروز چنین گفته ای، تو امروز چنان کرده ای، در تلفنت چنین نوشته ای، تو امروز این کار را کرد. چیزهایی که به آن چیزها اگر اهمیت دادن گرفت، نفری که روبروی ما هست دیگر طاقتش طاق می شود، چون انسان است، صبرش هم لبریز می شود. و یا برای خطاگی های کوچکی که از هر یک انسان می شود، امروز این رو این گونه درزمال کرده ای، امروز این خوراک رو این گونه پخته ای، زنها هم امروز زنگ زدم به زنگم جواب ندادید، امروز نصف ساعت دیر آمدید، من در تلفنتان خوندم و فلانی چنین گفته اید. یعنی چیزهایی که خیلی کوچک است، ارزش کشمکشی ندارد، ارزش جنگ و جنگجول، عصب همدیگر رو ویران کردن رو ندارد. با یک ویران شدن عصب انسان به تمام اعضای بدن خود آسیب میرساند و اولین سبب های خیلی زود پیر شدن مرد و زن هم این است که انسان خیلی زود مشکلی های کوچک رو بزرگ میکند. برای همین اکثریت عائله هایی که در آنها میبینید که یا زن به بیماری گرفتار شده است و یا شوهر به بیماری گرفتار شده است و یا هر دو از سن سال خود پیشتر خیلی پیر شدند، میبینید که کوچکترین مشکلی ها را به یک پرابلمای بزرگ تبدیل میدهند. یعنی حضرت عایشه میگویند در حیاتشان در کارهایی که همچون انسان باید به پیامبر صلی الله علیه و سلم خدمت کرد، مثل شستن لباس، آماده کردن طعام، تازه و آزاده کردن خانه و حولی، پیامبر و ما همسرانشان چیزی نگفته بودند، هم دست هم نبرداشته بودند. فقط حالت‌هایی که مسئله دینی و اعتقادی میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم انا در این حالت
غضبناک می شدن، اگرچه نزنند هم ولی حجر می کردن یا یعنی قهری می شدن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا مدت 2 ماه همراه زینب همسرشان قهری شدند، این هم به سبب این نبود که همسرشان زبانش را دراز کرد نسبت پیامبر، یا اینکه صدایش را بلند کرد، یا اینکه خوراک آماده نکرد، یا اینکه چیزی دیگر. به خاطر اون که زینب صفیه همسر پیامبر رو همان یهودی پیشتره، یعنی با همین معنا جمله میگوید که همان یهودی پیشتره یا من یهودی هستم، پیامبر میگویند کسی که مسلمان شد تو او را یهودی گفتی؟ یعنی چگونه تو میتوانی یک نفر مسلمان را به کفر طعنه زنی و 2 ماه تقریبا با او صحبت نمیکنند؟ این مسئله حیاتی یا مسئله خانوادگی نه، بلکه مسئله بود که در حقیقت به دین و به تحقیر و به یک نفر رو ناعادلانه حکم کردن بود. اکنون به مسئله های خودمون نگاه کنیم. اکثریت از مشکلی خود صحبت میکنن. مشکلی از کجا سر زد؟ در وقتش خوراک آماده نبود، کودک در وقتش خواب نکرد، کودک رو که همه میدونیم، یا اینکه من به خانه آمدم و او خوابش برده مونده است، مرا پیشواز نگرفت. از زنها 10 بار زنگ زدم تلفنش را جواب نمیدهد، شاید شوهر دستش بند است، یا شاید در یک حالتی هست که به کسی صحبت کردن نمیخواد. یعنی حالتهایی میشود که خواه زن خواه مرد، هر یک انسان یک لحظات یا مدت نمیخواهد با کسی صحبت کند، یعنی اونقدر به یک مشکلی دچار می شود که یگانه سکوت به او آرامش می دهد. نه من 10 بار زنگ زدم به تلفنم جواب نمی دهد. با همین این مشکلی رو به یک مشکلی بزرگ تبدیل می دهند. برای همین بعضی از خواهران هم در مسئله تربیت فرزند در همین مسئله صحبت کرده بودیم که کودک هایی که همیشه انتقاد می شنوند، چرا تو پیاله رو شکستی، چرا خوراک رو ریزانیدی، چرا دویده زود رفتی، چرا این کردی، رفته رفته تمام قانون ها و قاعده ها رو پایمال میکنن، برای آنکه دیگر خسته شدن و گمان میکنن که کل دنیا چرا کردی و نکن هست. برای همین در زندگی مشترک هم بیایید مسئله هایی که اصلا در زن هست و به مرد رابطه ندارد، یا در مرد هست و به زن رابطه ندارد، یا مشکلی های خانه که خیلی کوچک است، اگر منطقاً فکر کنیم خیلی کوچک است، به آن اهمیت ندهیم هم می شود. همین روز اگر کسی خوراک گرم نخورد وی نمی میرد، همین روز مبادای زن به خاطر کودکش یا بیماریش از جایش خسته نتوانست، با همین دنیا تمام نمی شود. یک شب مرد به خاطر اینکه در کار بود یا در جایی که برای او مثلا ضرورت بود تلفنش را جواب نداد، به خانه آمده نتوانست، اون هم با سبب و با عذر، با همین حیات دیگر به آخر نمی رسد. یعنی مشکلی ها رو به اندازه اش نگاه کرده اگر نظر کنیم، در این وقت هم می بینیم که نه تنها حیات موفق در حیات با همسر خود داریم، بلکه زندگی داریم که در بیرون هم با مناسبت با دیگران هم خودمون بالیده هستیم، هم خیلی آرامانه زندگی میکنیم. پس اکثریت مشکلی هایی که هست در خانواده عموما با خویش و تبار، علل خصوص بین زن و شوهر، به گفت خودمون از یک چیزی کوچک یک چیزی بزرگ و انتقاد کردی نکردی، میتوانستی نکنی، چرا کردی، یعنی خیلی میده گپی کردن و به داخل آن، یعنی نفرهایی هستند که حتی برای لباس درون خانه همسر خود مثلا کمی از اینش پوش از آنش نپوش، و زنهایی هستند که حتی برای مهمانی رفتن شوهر خود در بعضی از مسئله ها مشکلی می افزایند، در حالی که این چیزها رو اگر ما کاملا چشم پوشیم زندگیمون بهتر می شود و محبت ها قوی تر می شود. و مسئله دیگر این مسئله هست که به غم و اندوه تسلیم شدن و کاملا همسر خود را فراموش کردن. یعنی گاهی می شود که زن به خاطر آنکه پدر خود را از دست داد، مادر خود را از دست داد، یا یگان مشکلی به او روبرو شد، با همین گمان میکند که دنیا تمام شد و فراموش میکند که بجز این غم بالای سر او همسرش هست که همسر او بالای او حق دارد. یا برعکس این شوهرهایی هستند که وقتی به سرشان مشکلی در زندگی آمد، خواه به پولی، خواه از دست دادن نفری، خواه یگان
مظلوم ماندن یا حق خود را ستانیده نتوانستن، دیگر زن خود را فراموش میکنند. روزها یعنی گویا به گفت خودمان نسترین من ویران است گویان با همدیگر مناسبتی خوب ندارند. انا این سبب می شود که خیلی نفری که روبرو هست خود را مظلوم و ناتوان و یک چیزی بیکار حس کند و حتی زنهایی هستند که پس از مرگ مادر خود ماهها به نزد شوهر خود نمی آیند که گویا عزادار هستند. در حالی که نگاه کنیم مسابقه که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه حضرت عایشه در راه کرده بودند که کی پیش دوادوی میکند، یا بعضی از شوخی هایی که همراه همسران خود میکردند، مگر پیامبر صلی الله علیه و سلم مشکلی نداشتند؟ بدترین مصیبت ها از مرگ فرزندان جوان مرگ شروع کرده تا از وطن خود رانده شدن و تا سنگسار شدن و تا تهمت به مجنون و دیوانه و یک جادوگر شدن، همه این مشکلی در سر پیامبر بود. حتی همین پیش از مرگ خود، 1 سال پیش از مرگ خود، هم پسر خود ابراهیم، پسرچه‌ای که پس از سالهای طولانی صاحبه شدن، هم مادر ابراهیم ماریه قبطیه را تقریبا از دست داده بودند. و این مصیبت ها می آمد و می آمد و دنیا با مصیبت خود مایان را می سازد و با مصیبت انسان هم قوی می شود و هم به دنیا دل نمی بندد. ولی این مصیبت سبب نشود که ما طرف مقابل خود را، همسر خود را فراموش کنیم که با همین دیگر با او نه صحبت می کنند نه با او هم نشینی می کنند و گاهی می شود که او چیزی می خواهد، او هم دیگر انسان است، به جایی به او اهمیت دادن من مشکلی دارم، پرابلم دارم، به من نزدیکی نکن، الان صحبت کردن نمیخواهم، مدت ها دوام مییابد. برای همین مشکلی هایی که هست به مشکلی ها اهمیت نداده باید زندگی رو دوام دهیم و طرف مقابل هم در این وقت کمی باید صبر کرد. وقتی که در عین مشکلات هست نباید چیز زیاد رو از همسر انتظار شد و این چیزهای مهمی بود که در قدم اول باید اهمیت دهیم، ولی یک چند قدم های دیگر و یا یک چند راه های دیگری هست که برای همسران موفق و یا اینکه برای موفق گشتن در زندگی عائلوی خیلی مهم است که این رو هم علمای دین، هم روانشناسان و هم مشاوران عائله همش رو با هم جمع کردن که من از یک چند جا با هم جمع آوری کردم. بقیهش رو هم با هم در برنامه های دیگر صحبت میکنیم. الان باشد به سوال ها نگاه میکنم، میبینیم که اگر سوال بود انشاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. یک لحظه، اینجا سوال اول: برای چی زنها شوهرهای خودشان قپیده نمیتونن، بعد میروند شوهر دیگر را به دویم زن میشوند؟ این مسئله را باید از خود زنهایی که به همین کار دست زدن بپرسیم، برای اینکه نه همه زن به این دست میزند. ولی چیزی که در ما هست این است که یک حالت به آمدیم، علل خصوص همین گونه شوهر خود را کنار گذاشته از پی شوهر دیگر شدن و یا اینکه از پی ازدواج دیگر شدن، اساسا زمان به میان آمد که تلفن ها پیدا شد. یعنی تا 10 سال 15 سال پیش از این چیزها خبر نبود. سببش هم این است که بعضی از مردها و یا بعضی از زنهای هم حتی هستند که در تلفن با یک نفر شناس می شوند و اون نفر رو در داخل تلفن یک قهرمان حیات خود می شناسند. گمان می کنند که این نفری که در تلفن با من صحبت کرده ایستاده است میلیون ها برابر بهتر از شوهر من هست، این همون مردی رویاهای من یا انتظار من هست. بعد از شوهر خود برآمدن می فهمند که چقدر پیش پا خوردن. برای همین نباید خیلی زود به این چیز باور کرد و نباید به این خیانت دست زد. در حقیقت در اکثریت شوهرها علل خصوص در تاجیکستان مقدار سختگیری درشتی هست، ولی این معنای آن را ندارد که وقتی شما مرد دوم را پیدا کردید بهتر از این است. برای همین سالهای بود که زنها به خاطر فرزندان خود حیات خود را قربان میکردن، اگرچه در دست یک مرد ظالم باشند. امروز زمانی آمده است که به خاطر کیف خود، گفتیم به خاطر لذت خود، زنها فرزند خود را، همسر خود را کنار گذاشته از پی شوهر دیگر می شوند که این دهشت را تا همین چند روز من باور نداشتم
تا اینکه خودم شخصا شاهدی چند زنها شدم که وقتی که مدتی دراز از شوهر دور هستند و یا در حقیقت بعضی از کوتاه‌های جدی رو از شوهر میبینند، از پی این هستند که با کی ازدواج کنند و الکی برای آنها یک شوهر پیدا شده است. برای همین در این مسئله خیلی خواهرها باید جدی باشند. همان گونه که فکر میکنیم که خیلی آسان است و درست است، این گونه نیست. سوال دیگر، کسی خانه مردی کودکدار را ویران میکند، شوهرش را میگیرد، در غضب خدا گرفتار میشود. اینجا ببینیم که خانه را ویران میکند یا همسر دوم میشود. برای آنکه خانه ویران کردن این است که شما یک نفر را عموما از زن و بچه هایش جدا میکنید و با او ازدواج میکنید. این خانه ویران کنی است و اینها از لشکران شیطان هستند. یعنی نفرانی هستند که در حقیقت از لشکران شیطان هستند که خیلی حدیث مشهور است که ابلیس در نزد خود نفران را جای میدهد و در نزد ابلیس یا گفتیم ابو شیاطین نفران آبرو دارند که زن و شوهر را از هم جدا میکنند. برای همین این گونه انسان یعنی انسان هایی که برای با یک مرد زندگی کردن نه، برای آن مرد را از همسری خود جدا کرده با او زندگی را دوام دادن شوهر میکنند، بجز لشکر ابلیس چیزی دیگری نیستند. ولی اگر گفتیم نه، او میخواهد که با این مرد زندگی کند اما یگان شرط ندارد که تو همسرت را طلاق ده، از او جدا شو، اینک همسر دوم است که شرعی هست و این را گناه گفته نمیتوانیم. سوال دیگر، برای چی برنامه آستانه نوشتگی شرح می دادید که نام برنامه تان برای چی آستانه است؟ برای اون آستانه است که اساساً در برنامه ما درباره آستانه شما که خانه رو اساساً با همین شیوه آستانه میگویند، درباره مسئله های خانوادگی صحبت میکند و اون چیزی که در داخل آستانه یا در داخل خانه می شود اساساً در همین موضوع ها برنامه ما همراه شما صحبت میکند. سوال دیگر یا یک سخن دیگر، زنهای حاضره را نزنی تمپراتور میکنند. شاید این نمیدونم از سخنی کی هست، ولیکن تو اندازه هست که خیلی ببخشید دور از منطق است، برای اون که زدن همیشه اولین راه نیست و الله میگوید واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع، در آخر فاضربوهن. اونهایی که یعنی به شما نافرمانی میکنند و بالای شما را ناحرمتی میکنند، اول شده آنها را موعظه کنید، پند دهید، نشسته به عقلش، به برداشتش، به خاراکترش نگاه کرده با او صحبت کنید. نشد در این وقت از او جایتان را جدا کنید. مدتی قهر شوید که قهر شدن با همسر برای همسرانی که شوهر خود را دوست می‌دارند خیلی یک ضربه قوی است. بعد از این هم نشد فاضربوهن، بزنید و آن هم زدنی نیست که با آن زدن مجروح شود. و اینجا کسایی که میگویند یگانه راه اصلاح زن زدن هست، این آخرین راهی است و بعد از زدن یا بعد از ضربه خوردن زن دیگر تمام حدودها را گذشته میتواند، چون میداند که آخرین چیزی که از دست شوهر می آید همین بوده است و چیزی دیگر نه. اینجا عزیزان به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه های دیگر در پناه الله یکتا باشید. همیشه موفق باشید، هم در زندگی مشترک، هم در حیاتی که همیشه با هم هستیم و در آن هر روز و هر روز برای پیشروی کردن و موفق شدن قدم میزنیم. همیشه موفق باشید و الله موفق کند همه شمایان را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.